آدم اون اوایل خیلی به فکر لباس پوشیدن و این حرفا نبود. بعد دید نه خب اینجوری نمیشه. اگه چیزی شکار میکرد پوستش رو دور نمینداخت و باهاش لباس درست میکرد تا از شر سرما در امان بمونه. با گذر زمان هم یاد گرفت پارچه ببافه و لباس بدوزه. الانم که کلی مدل و رنگ و طرح درست کرده که هر روز تنش کنه و خوش تیپ باشه. ولی همون جور که خیلی از لباسا رو نمیشه پوشید و مناسب سن و جنسمون نیست. توی شرع هم پوشیدن لباس شهرت ممنوعه. حالا لباس شهرت چیه؟ خیلی ساده است. لباس شهرت لباسیه که اگه جلوی دیگران بپوشیم جلب توجه میکنه و انگشت نما میشه. پوشیدن لباسی که مربوط به جنس مخالفمونه و باعث جلب توجه و تعجب دیگران میشه جایز نیست. البته خیلی هم به خودتون سخت نگیرین. لباسای رنگی اگه خیلی جیغ و موجب جلب توجه نشن اشکالی نداره.